اولش این که برادران ما باید با آمدن رمضان باید خرسند شویم، خوشحال شویم. باید یعنی ما باید نه اینکه غمگین شویم. بعضی انسان ها وقتی که رمضان میآید غمشون میگیره که ما چه روزه میگرفته باشم، این رمضان 30 روز در این گرمی ما چه روزه میگرفته باشم، ما چه صبر میکرده باشم. نترس از آمدن رمضان، از داخل شدن رمضان نترس. رمضان در آغوش بگی، خوشحال شو، شکرانه کن که خدا تو را نصیب دیده است که یک رمضان دیگه هم زنده هستی. ماهی که تمام چیز ارزان میشه، یارمارکه هست. ماهی که در یک ماه تو برای 11 ماه دیگه چی قوه میگیری. مثل که تلفن تا در ضریعت میمونی، در ضریعت میگیره برای چند ساعت. در یک ماه انسان باید برای 11 ماه دیگه در مقابل نفس، در مقابل شیطان باید انرژی بگیره. باید چی بگیره؟ انرژی بگیره، قوه بگیره. همین هست. باید این ماه غنیمت بدانی.